جسد سفرعلی حسن مرزبان کشته شده تاجیک را به زادگاهش نویه واسع آوردند. سفرعلی روز 14 سپتامبر در جریان مناقشه در مرز با قرقیزستان کشته شد. نزدیکانش گفتند سفرعلی حسن 23 سال داشت و تیر ماه سال گذشته به خدمت حربی رفته بود. تا انجام مهلت خدمت این مرزبان 2 هفته دیگر مانده بود. یکی از نزدیکانش به رادیوی آزادی گفت جسد سفرعلی را امروز در آرامگاه شهرک واسع به خاک می سپارند. در جریان مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 سپتامبر 2 مرزبان تاجیک کشته و 11 نفر دیگر مجروح شدند. در میان مجروحان 6 مرزبان و 5 ساکن محله های نزد مرزی هستند. مقامات رسمی قرقیزستان میگویند که از تیر مرزبانان تاجیک 4 نفر از جمله 2 سرحدبان و 2 غیر نظامی جراحت برداشتند. مناقشه صبح 14 سپتامبر در نزد دیدبانگاه سرحدی کیخ نویه اسفره شروع شد و به دیگر گوشه‌های مرز گذشت. هر دو طرف یکدیگر را در سر زدن مناقشه عیبدار کردند. رجب‌های احمدزاده رئیس ولایت سوخ شب گذشته در صحبت با خبرگزاری از پلیوس گفت مذاکرات ایالت‌های تاجیکستان و قرقیزستان به انجام رسید و وضع آرام بوده به حالت قبلی برگشته است. به گفته احمدزاده قوه‌های علاوگی از منطقه مرزی برآورده شدند. طبق خبرهای اخیر شب گذشته وضعیت در مرز تاجیکستان و قرقیزستان آرام بود، اما ساکنان از دوباره سر زدن مناقشه نگرانی دارند. از 970 کیلومتر مرز تاجیکستان و قرقیزستان تقریبا نصف آن معین و علامت گذاری نشده است. در سالهای آخر بین ساکنان دو طرف مرز برای آب و زمین و چراگاه بارها مناقشه سر زده است و از هر دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند.